سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. داخل این ویدیو یه نگاهی به مارکت میندازیم و دو تا پروژه خیلی خوب بهتون معرفی میکنم. تا انتهای ویدیو رو تماشا کنید. خب قبل از هر چیزی ممنون میشم که اگر ویدیو رو همین الان لایک کنید، روی سابسکرایب کلیک کنید، زنگوله رو آن کنید و با دوستاتون هم به اشتراک بذارید. ویدیو قبلی که واسهتون آپلود کردم ویدیو پروژه L3 E7 بود. یه پروژه گیمینگ خیلی خوبه که خیلی بهش امید دارم. خیلی هایپ خوبی روش شکل گرفته. حتما برید ویدیوش رو ببینید و تو فازهای ارلیه خیلی راحت تر میتونید وایت لیست بگیرید و یا ارزون تر مینت کنید یا رایگان مینت کنید و از این مزیت استفاده کنید. خب نگاه کلی بخوایم به مارکت بندازیم، اصلا وضعیت خوبی نداره مارکت NFT، به خاطر اینکه مارکت کریپتو بی تصمیمه. اتریوم و بیت کوین دارن روی 25000 تا 26000 رنج میزنه، اتریوم 1600 داره رنج میزنه و کسی زیاد نمیاد سرمایه‌اش رو درگیر مارکت NFT کنه که ریسک بیشتری داره و نقدینگی و نقد شوندگی کمتری هم داره. این شاخص مثل شاخص ترس و طمع روی کریپتوه که احتمالا باش آشنایی دارید. الان مارکت NFT کلده، سرده، حجم خاصی نمیخوره. تعداد افراد فیلیپر یا تریدر فعال روش مجموعاً 8000 نفره، خیلی تعداد کمیه. توی 30 روز گذشته از 500,000 نفری که فعال بودن توی مارکت 40,000 نفر تو سودن و خب شرایط واسه افراد تازه کاری مقدار ترسناک. شاخص بلوچیپ ایندکس هم میبینیم تقریبا به کف خودش رسیده توی 2 سال اخیر و تایم خوبیه برای خرید پروژه بلوچیپ. اگر میخواید سرمایه گذاری کنید الان بعضی از پروژه ها قیمتشون ارزنده شده. پیشنهاد من اگر میخواید یک پروژه بگیرین پروژه پاجی پنگوئن، چون قراره با جک باچر یه همکاری داشته باشه، یه اوپ پنگ ادیشن کالکشن لانچ کنن. اکثر کالکشن های بزرگ مثل آزوکی، یوگا پتس، چه میدونم اینه که اکوسیستم دارن، سایبر کانگز یه کالکشن دوم سوم معرفی کردن. فقط پاجی پنگوئنز مونده بود که خبرش با جک باچر اومد بیرون و این کالکشن هم چون جک باچر هم خب کالکشن چکس رو داره، اوپپن رو داره، تا الان سابقه خوبی واسه خودش ساخته. همکاری این دو نفر لوکا و جک باچر میتونه جذاب باشه. اگر سرمایه گذاری بلند مدت میخواید بکنید روی اکوسیستم پاجی پنگوئن انجام بدید. خب مورد بعدی میبینیم تو 30 روز گذشته حجم مارکت به زیر 4000 اتریوم اومده. ما تو اوج مارکت 4000 اتریوم فقط حجمی بود که روی یک کالکشن خرید و فروش میشد. الان حجم مارکت خیلی کم شده و افراد تریدر میبینید چارتش به شدت نزولی بوده و اکثر افراد تصمیم گرفتن که هولد کنه. دیگه دیتای خاصی احتیاجی نیست بهتون توضیح بدم. بریم سراغ معرفی پروژه. اولین پروژه اسمش بوزوه، یک پروژه فریمینت روی سولانا قرار لانچ بشه. گرفتنش اصلا سخت نیست. یکی دو تا حالت رفل تور داره با سایت saber.xyz که برای شرکت توی این رفل ها سعی کنید تا اگر چند تا والتتون رو کانکت کنید و والت خالی رو کانکت کنید. والتی که توش NFT دارید، پول دارید رو به خاطر امنیت کانکت نکنید. این لینک ها رو میتونید از داخل دیسکوردشون بردارید. قسمت لینکس میذارن، قسمت اناونسمنت اعلام میکنن این رفل ها رو و وایت لیست گرفتنش هم از طریق اینگیج داشتن روی توییتر فعالیت داشته باشید راحت بهتون وایت لیست رو میده. حالا من وایت لیستش رو با یک اکانت گرفتم ولی بیشتر از این واسش وقت نمیذارم. ولی خب چون فری مینته ما انتظار یه قیمت 2-3 سول 5 سول 6 سول حتی اگر خیلی خوب پیش بره توی لانگ ترم ازشون داریم و پول رایگانه. کسی از پول رایگان بدش نمیاد.
فری مانی کسی بعدش نمیاد. میتونید وقت بذارید وایت لیستش راحت با اینگیج داشتن توی توییتر و دیسکوردشون بگیرید و اون لینک های سابر و گیووی مختلفی که توی وایت لیست گیوویز دیسکوردشون هم میذاره رو حتما شرکت کنید. خب قبل از اینکه بریم سراغ پروژه بعدی حتما توییتر منو فالو داشته باشید. سوالاتی که دارید رو داخل توییتر یا کامنتاش یا دایرکت مسیجش بپرسید. دیسکورد واقعا شلوغ، من عذر میخوام اگر سوالاتتون رو جواب نمیدم داخل دیسکورد، به خاطر اینکه بات اسپمر زیاده، دایرکت های اسکم زیاد میاد، زیاد دیسکورد رو من چک نمیکنم. سوالی داشتید داخل کامنت ها میتونید بپرسید. پروژه که من روشون فعالیت دارم و اینجا میتونید راحت‌تر ببینید اگر ویدیو نساختم واسهشون و حتما فالو کنید. خب پروژه بعدی پروژه ریورزه. امتیاز کلی که بهش میدم از 10 6، یعنی حالا میخواین داخل شرکت کنید. یه مقدار هم وایت لیست گرفتنش الان سخت شده، فعال روش زیاده، ولی خب میتونید شانستون رو امتحان کنید. بازی تم پایرت تور داره و قرار تمام آیتم هایی که داخل بازی هست قابل خرید و فروش میشه. میتونه خوب باشه، توکن هم احتمالا واسش لانچ میکنن، ولی میگم بیشتر وقتتون روی اون پروژه L3E7 بذارید، اون خیلی جذاب تره. ولی این پروژه هم اگر وقتشو داشتید وایت لیستش رو بگیرید، احتمال سوددهی بالایی داره. اینگیج دیسکوردشون خوبه، زیاد گیووی اینجور داستانا روش نذاشتن. من داخل اون اسپیسشون شرکت کردم، صحبت خوبی میکردن. مشخص بود فاندر پروژه، مؤسس پروژه آدم اهل بیزنسیه، آدمیه که دوست داره پیشرفت کنه و خب این پروژه پتانسیلش رو داره. واسش وقت بذاریم، به نظر من میتونه جالب باشه. خب بریم سراغ وایت لیست گرفتن پروژه ریورس. پروژه روی چین سولاناست، مثل هم پروژه بوزو و پروژه قبلی که معرفی کردم. تاریخ مینتی اعلام نکردن، توتال سپلایش 10,000 تاست. تا الان 3253 نفر ولتشون واسه مینت کردن اکسپت شده، قبول شد. حالا وایت لیست بودن یا رولای از طریق همین کالابریشن و همکاری و رفلا دریافت کردن. اطلس تیریشون رو چک کنید. حالا فعلا چیزی نذاشتن ولی به زودی احتمالا کالابریشن و همکاریاشون رو شروع میکنن. لینکش داخل دیسکوردشونه، آفیشال لینکس، وایت لیست ریکوست. اینجا میتونید شانستون رو خیلی راحت امتحان کنید واسه وایت لیست گرفتن. و توی اناونسمنت هم حالا یه سری دیتا راجع به گیمش داده، گفته قرار پلاندر داشته باشیم، رید داشته باشیم، بتل داشته باشیم، توضیحات زیادی داده و گفته با ییلد کردن آیتم ها، همون هولد کردن آیتم ها، مقدار دریافت توکنتون رو افزایش میده. یه احتمالاً یه توکنامیکس هم باید راجع به توکنشون به زودی اعلام کنن و پروژه خوبی میتونه باشه. امتیاز 6 از 10 من بهش میدم، چون حالا اعضای تیمش من دقیق نرفتم بررسی کنم. سابقه خوبی من فعلا توشون ندیدم، ولی خب وایت لیست گرفتن چیز ضرری نداره. پروژه های سولانا هم هزینه مینتشون خیلی پایین تره، گس فی خاصی نداره و پروژه رایگانه. با $2 گس فی میتونید پروژه رو مینت کنید و فری مانیه، پول رایگانه، چرا دریافت نکنید. برای دریافت وایت لیست یه چنل گذاشتم که How to White List and OG. گفته تنها راه وایت لیست گرفتن فعلا اینه که رول ریدتون رو از توی این چنل دریافت کنید. این قسمت براتون باز میشه، مین رید. اینجا میتونید رول دریافت کنید، اینجا براتون باز میشه. رید کردن هم میشه همون اینگیج روی توییتر، پستایی که میذارن. حالا پست ممکنه رو پیج شخصی سازنده باشه، رو پیج پروژه باشه، رو پیج یه همکارشون باشه، کسی که باش پارتنرشیپ و کلابریشن زدن. میرید اونجا توییت میزنید، کامنت میذارید و بعدش گفته پروفاتون رو هم قرار بدید. یه اسکرین شات میگیرید با لینک توییترتون، با لینک اون توییتتون اینجا میفرستید.
این میشه یک روش وایت لیست گرفتن. قسمت های دیگه هم داره که حالا وایت لیست میده. من دیدم با فن آرت به 1-2 نفر رول دادن. حالا میتونید از AI استفاده کنید. داخل ویدیوی میتاریا فکر کنم 1-2 تا AI بهتون معرفی کردم، هوش مصنوعی، که باش میتونید آرت درست کنید. آرت ریل هم بهتون میده، تقریبا شبیه به نقاشیه و وقتی میبینم که مثلا شما وقت گذاشتید نقاشی کشیدید با چه میدونم آیپدی، تبلت، چیزی، احتمال وایت لیست گرفتنتون بیشتر میشه. تو این چنل هم فعالیت داشته باشید که بتونید وایت لیستش رو دریافت کنید. خب دیگه نکته خاصی نداره این 2 تا پروژه. حتما داخلشون شرکت کنید، یه وقت بذارید روزی نیم ساعت 40 دقیقه، وایت لیست جفتشون رو به راحتی میتونید بگیرید و فری مانی پول رایگانه، چرا نگیرید وایت لیستشون. به انتهای ویدیو رسیدیم. ممنون میشم ازتون سابسکرایب کنید، لایک کنید و ویدیو رو با دوستتون به اشتراک بذارید. ویدیوهای اول چنلم زیاد حالا به دل خودم نیستن، ولی آموزش توشون نمیتونید برید آموزش ها رو ببینید. اگر آشناییتی ندارید با کلیت مارکت، ویدیو رو ببینید. و اینکه حمایتتون بیشتر بشه از چنل، حتما یه نیرو میگیرم که بتونیم آموزش بهتری واسهتون قرار بدیم، ادیت بزنیم، بتونیم با برنامه پیش بریم و همش به خاطر حمایت های شماست. تا ویدیوی بعدی، بدرود.